سلام خدمت بینندگان عزیز. ممنون که چنل رودریکو رو فالو دارید و اینکه ما چند تا موضوع تا حالا کار کردیم. 1 2 3 4 5 6 تا 7 تا بودن، 7 موضوع 7 مصاحبه. این فکر کنم 6 ماه زمان بود. اولین موضوع ما این بود که با کسی یه موضوع تابو بود که وقتی ما خواستیم ضبطش کنیم، مثلا تو خوزستان اهواز نمیتونیم دوربین مخفی ضبط کنیم، نمیتونیم بلایند دیت بذاریم برای شما. یعنی ما داشتیم فکر می‌کردیم چیکار کنیم، مصاحبه گذاشتیم. وقتی اومدیم مصاحبه گذاشتیم، من و حسن به این فکر کردیم خب حالا مصاحبه اوکیه دیگه، مصاحبه خیلی راحته، میریم جلو. ولی متاسفانه اینجوری نشد. اینجوری بود که با خانمایی که حالا در سطح اهواز هستن صحبت می‌کنیم که بیاید جلو مصاحبه. خب من خدا حالا به هر دلیلی که شخصی نظر خودشونه از این کار ممانعت می‌کردن. حالا پسرا بدتر. این داستان داشتیم با پسرا. بالاخره حالا اوایل با راضی کردن یه سری اشخاص که بالاخره آره مشکل نداره، میتونیم ما چنلتون ببین اصلا این چجوریه؟ چی؟ این کاد چجوریه ببین؟ کاد همین که داری می‌بینی؟ نه میخوام اینم دارم ببینیم اینو نه به اون نگاه کن، اگه می‌خوای صحبت کنی به اون نگاه کن. به اون نگاه کن. آره کاد دیگه ثابته همین. اوکی. از اول می‌خوای بگم؟ نه برای چه زدم؟ یه مکالمه دوستانه است با دوستان. خب گفتیم که اولیش خیلی سهم بود، واقعا رفتیم سمتش. با کسی که قبلا رابطه جنسی داشته حاضری وارد رابطه بشی که ازدواج کنی؟ واقعا لقمه رو سکیم یه دفعه یه سنگ بزرگ برداشتیم دفعه اول. موضوع در واقع سختی بود واسه خودمونم، چالش برانگیز بود و خیلی طول کشید این برداریش. فکر می‌کنم نزدیک به 1 ماه خورده بیشتر طول کشید، چون واقعا نمی‌اومدن جلوی دوربین افراد، نمی‌اومدن جلوی دوربین. مشکل مثلا ما حالا ضبط داشتیم، مشکل مکان داشتیم، کجا بریم کجا نریم، چیکار کنیم، استارت کار چجوری بزنیم. چالش‌های خودش داشت. آره استارت کار چجوری بزنیم، چجوری واقعا مکالمه کنیم با شما. حالا به اشخاص برنخوره، مشکل نداشته باشیم برای اومدن جلوی دوربین. با کسی که قبلا رابطه جنسی داشته حاضری وارد رابطه بشی ازدواج کنیم؟ ما از شما می‌پرسیم. این سوال تیتر اول بود و با این کلمه شروع شد. خود من یه شخص متولد 70 بودم، 33-4 ساله. به نظرم هیچ مشکلی نداره. من میخوام نظر خودم رو دیگه نظر شما متوجه شدیم. توی این مصاحبه 99% خانم‌ها جوابشون یس بود، بله بود. ولی تقریبا میشه گفت 99% یا 100% آقایان میشه گفت جوابشون در نهایت خیر بود. من به عنوان یک شخص که متولد دهه 70 هستم، مثلا متولد 70 بتونم من به شخص نظرم میگم من مشکل ندارم با این قضیه. چرا؟ چون به نظرم هر آدمی اولا ازدواج هدف نیست، ازدواج یک دستاورد نیست، ازدواج یک انتخابه. همونطور که من الان اومدم در کافه انتخاب کردم که کاپوچینو بخورم، مثلا آیس امریکانو، یکی انتخاب میکنه که ازدواج کنه در سن 20 سالگی، یکی انتخاب میکنه ازدواج کنه با توجه به شرایط. البته شرایط چه میتونه شرایط مالی باشه که مهمترین میشه و بلوغ فکری. خیلی مالی دارن دیگه، بلوغ فکری ندارن، خب اوکی دیگه میرن ازدواج کنن. ولی از نظر من هیچ مشکلی نداره. میتونه یک شخص ازدواج کنه، میره جلو میبینه اون شخص مورد نظرش نیست، آقا اون شخص باشه ارتباط خوبی برقرار نمیکنه. شاید اول فکر میکنه هم فرکانس هم، ولی نه هم فرکانس نیستن. از نظر من اگر شخص مورد نظری که میاد با من وارد رابطه جدیدی بشه دیگه، اون شخص ارتباط جنسی یا حالا ارتباط عاطفی به هر حال خیلی راحت قبلا ازدواج کرده یا قبلا پارتنر بوده، چه به عنوان دوست دختر بوده چه به عنوان همسر آینده بخواد با من وارد رابطه بشه، اگر بتونه گذشته‌اش پشت سر بذاره و اون در واقع شکست‌های خودش رو قبول کنه و از اون شکست‌ها درس بگیره و اینکه نخواد این رو به عنوان یک شکست خیلی بد تو ذهنش بذاره و اینکه ناامید از زندگی بشه، سرخورده بشه. بعد من اتفاقا پذیرای همچین شخصی هستم و اینکه به شخصی بهش کمک میکنم تا اینکه اون تروماهای زندگیش پشت سر آره دقیقاً تروماهای زندگیش پشت سر بذاره
و اینکه به کمک من شاید اصلا یه زمانی یک آقا براش پیش بیاد. پس به نظرم نه آقا نه خانم هیچ فرقی نمیکنه. اگر ویدیو رو زدید جلو رسیدید به این صحبت من، موضوعات جالبی که مد نظرتونه ما سوال کنید، برای ما کامنت کنید، لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه ما رو حمایت کنید. خوشحالم. یه سریا هستن تو کلامت، یه سریا هستن میان میگن که آقایون میتونن رابطه جنسی داشته باشن، موردی نداره. توی جامعه، توی اکثر جهان، اصلا همه دنیا اینجوری، نه فقط ایران، میگن که آقایون میتونن رابطه جنسی داشته باشن، براش اشکال نداره. ولی خانم‌ها وقتی میان رابطه جنسی، حالا یه سری اسامی میذارن روش، یه سری لقبا میذارن روش که خیلی چیز جالبی نیست، ولی واسه آقایون هیچ مشکلی نداره. این به نظرم باز این هم اشتباه از نظر من. اگر یک آقا نمیتونه ببینه که مثلا پارتنرش یا حالا یا مثلا این قضیه واسهش سخته به دوربین نگاه کن. آره واسهش سخته که مثلا بفهمه که مثلا پارتنرش قبلا رابطه جنسی داشته، ولی خودش مثلا با این موضوع مشکل نداره، یعنی خودش اگر رابطه جنسی داشته باشه اوکیه. این به نظرم بازم اشتباهه و به نظرم دو طرفه است. این اگر خودش نمیتونه قبول کنه که خانومه اینجوری باشه، بیا به نظر من کلا پایانشو ببندیم. این که ما که خودمون نمیتونیم گول بزنیم. دقیقاً. حالا من نظر من خواستم بگم این، منم به نظر خودم باز مشکل ندارم با این قضیه. یعنی باز همون قضیه هست دیگه که اگر بتونه از اون درس گرفته باشه و قرار باشه دیگه از اون لحظه به بعد که دیگه با من هستش اون شخص که قرار پارتنر یا همسر من بشه، بخواد بعد از اون دیگه این اتفاق نیفته و کاملا بذاره کنار، من با این موضوع مشکل ندارم. یعنی فقط به عنوان یه تجربه توی زندگیش یه مرحله از زندگیش گذر کرده و تموم شده رفته و دیگه از اونجا به بعد دیگه قرار نیست تکرار بشه و فقط من هستم توی زندگیش. به نظرم این باز مشکلی نداره از نظر من. نظر منطقی، من نمیگم نظر منطقی نظر ما دوتاست، من میگم هر شخصی نظری داره، ولی بیاین یکم منطقی تر مثلا همینطور که من الان احساس مثلا حالا سردرد میکردم، خوابالودگی میکردم، تو ساعتی که نه مثلا حالا ساعت چند ساعت بودم 9:30 هم تا ساعت 11 بیدار باشم حالش بخوام. این نوشیدنی قهوه خیلی سبک، مشتقات قهوه کاپوچینو به نظر من برای من مناسب. و حالا هر کسی سلیقه و سفارش دیگه ای داره، ولی اینکه بیایم درک کنیم و واقعا واقع بین باشیم که مثل اینکه من به این نوشیدنی الان احتیاج دارم، هر شخصی به غذا نیاز داره تا سیر بشه، ما برای کارمون در آینده به تحصیل نیاز داریم، ما برای خریدن وسایل به کار احتیاج داریم که بتونیم پول در بیاریم. نیاز جنسی همین طوری واقعا جزء همین نیازهای اصلیه که متاسفانه برای ما یک بعد خیلی مشکی دارک. آره دوتاش هم یکی هم مشکی دارک چی بودن، یه بعد خفنی برای ما گذاشته بودن. آره نه از این صحبت نکن، متاسفانه در خط قرمز و این آره متاسفانه در ایران خیلی بده ذهنمون کردن از بچگی که حالا ما تو ایران زندگی می‌کنیم، از ایران صحبت نشه، شاید تو جوامع دیگه هم اینجوریه نمیدونم، ولی اینکه خیلی بده که با این موضوع آشنا نباشیم و نتونیم در موردش به راحتی صحبت کنیم. شاید همین باعث میشه که خیلی از جوامع ما حتی سرخورده بشن، حتی نتونن برن ابراز علاقه عشق کنن و به خاطر عشق واقعیشون رو هم حتی بیان نکنن. چی نتونن بگن. نیاز جنسی حقشون هست، رسیدن به اون ابراز علاقه، کسی دوست داری بهش بگی، باید توجه بشه بهش، باید پرداخته بشه بهش، توجه بشه بهش. به نظرم اولین توجهی که باید یه شخص انجام بده، اول توجه به خودته. گرسنه‌ای برو غذا بخور، کار مناسبی میخواد، نیاز به تحصیل داره برو تحصیل، نیاز جنسی رو برطرف کن، با آدم مناسبش، با شخص مناسبش، از راه مناسبش. همه چه دختر چه پسر الان احتمال داره قضایای ازدواج سفید، قضایای ازدواج موقت، قضایای ازدواج دائم، من کاری این موضوع ندارم، میگن از همه راه‌ها آدم نیاز جنسی برطرف میکنه. ممکنه با کسی که قبلا رابطه داشته حاضری وارد رابطه بشه ازدواج کنی، شاید شما میتونید منظورم از این بابت بگیرید اینکه رابطه جنسی ممکنه برای صحبت دوست پسر بوده، رابطه جنسی ممکنه برای خانمی بوده که مطلقه بوده
یا اینکه ما نگفتیم خانم یا آقا، ممکن آقایی بوده که طلاق گرفته و اینکه اون خانم قبولش میکنه یا نه. به نظرم خوبه به اشخاصی که در مرحله از زندگیشون شکست خوردن فرصتی دوباره برای زندگی کردن بدن، نه اینکه به شخصی، من اینجوریم، نه اینکه به شخصی که بگیم یک اشتباه کرده فرصتی دوباره زد، اون فرق مونه. این یه اشتباهی تکرار کرد، اتفاق افتاده، بیایم ما دوباره بپذیریمش، من اینو قبول ندارم. اشتباه میتونه جبران پذیر باشه، میتونه جبران ناپذیر باشه، ولی اگه یک شخصی به سمت شما اومد، شما رو دوست داشت، شما اونو متقابلا دوست داشتید، ولی اون یک رابطه در واقع تموم شده داشته باشه و بخواد دوباره رابطه به شما شروع کنه، سعی کنید فرصت دوباره بهش بدید. این شخص با یک ظرافت و یک حساسیت میاد پیش شما، سعی کنید رعایت کنید و اینکه بتونید اون رو در زندگی خودتون گذشته‌شو در زندگی در موردش سوال بپرسیم. چه بسا شاید اون شخص خیلی سرطان شما باشه و اینکه شما مشکل داشته باشید، ولی ایشون بعد شما رو درک کنه، شما بعد ایشون رو درک کنید و اینکه به نظرم میشه با هم دیگه کنار بیایید و آدم با هم فرصت ما هر کدوم سر کاریم از ساعت 5 صبح فکر کنم تا ساعت 4-5 بعد از ظهر، بعد با یه عشق و علاقه میایم، حالا سعی میکنیم تایم بذاریم ویدیو بگیریم، پس خیلی کارامون رو میزنیم و اینا انجام میدیم. دوست داریم این حمایت از ما بشه، نه از تنها از ما، از تمام بلاگرها، از تمام اشخاص که توی اینستاگرام، توی یوتیوب کار میکنن و اینکه طرف میگن آره، و اینکه میگن بلاگر نمیدونم اینستاگرام اینا خیلی کار راحته، نه اصلا کار راحتی نیست، مخصوصا در شهرهای جنوبی و نمیشه واقعا خیلی صحبت‌ها رو انجام داد. مثلا خط قرمز ممکنه رد کنید، اتفاقی برای خودتون بیفته، خیلی صحبت‌ها میشه با مردم انجام داد، ولی ما دوست داریم روز به روز ما رو حمایت کنید. اگه ما رو در کوچه خیابون دیدید با شما خواستیم مصاحبه کنیم، لطفاً قبول کنید، جلوی دوربین ما بیایید و اینکه ما دوست داریم تصویر شما در چنل ما ثبت شه. امیدواریم که حالا میگم اگه موافقی تصویرت پخشه، لطفاً به دوربین ما یه لایک نشون بده. بس خودم میپرسم، بله من موافقم. من خودم رو دارم شما گرم. انشالله که ایام به کام باشه، زندگی بر وفق مرادتون باشه و فرجامتون باشه. شاد باشید، دم حمایت می‌کنید. که قطعش من زیاد شد. آره این دکمه رو که بزنی عمل نکن.